تو اگر میخوای به پول، ثروت و موفقیت و یه اعتماد به نفس خوبی دست پیدا بکنی، باید با قوانین ذهن و مغزت آشنا بشی. اگر این قوانین رو بدونی و چجوری قوانین رو رعایت کنی و پیش بری، قطعاً به چیزایی که میخوای دست پیدا میکنی. من محمد سالم محسنی هستم، روانشناس، و قرار هستی که تو این ویدیو راجع به قوانین مغز با تو صحبت کنیم. اولین قانونی که ذهن ما یا مغز ما داره اینه که کارش تولید فکره. یعنی این کار رو مدام در طول روز، از زمانی که تو بیدار میشی تا زمانی که میخوابی، انجام میده و تو خلاف اون نمیتونی عمل بکنی. چرا این قانون رو دارم میگم و خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه خیلی‌ها تلاش میکنن جلوی افکارشون رو بگیرن، فکر منفی نداشته باشن. مثلا به محضی که میخوان یه کاری رو انجام بدن، یه اقدامی رو انجام بدن، کسب کاری رو بندازن، یه جای سمیناری دارن، کنفرانس بدن، هر کاری رو میخوام انجام بدن، برن با یکی صحبت بکنن، ذهنشون شروع میکنه به فعالیت کردن و فکر تولید کردن. و خیلی ها اینجا تلاش میکنن که جلوی این افکار رو بگیرن. حالا افکار منفی سراغشون نیاد، موانعی براشون ایجاد نشه، افکار منفی رو از خودشون دور کنن، ورودی های ذهنشون رو کنترل بکنن. این اصلا امکان پذیر نیست. ذهن ما برای این آفریده شده، اصلا مغز ما برای این خلق شده که فکر تولید کنه و این افکار مثبت و منفی و درست و نادرست و اینا نیست. یعنی اینا چسبایی هست که ما خودمون به این افکار میزنیم، مثلا فکر مثبت، فکر منفی. اون دیگه اینا رو نمیدونه، اون فقط فکر تولید میکنه و اونجاست که ما برخوردمون و واکنشی که نسبت به فکره چجوری باشه خیلی مهمه. شما یه نفر رو در نظر بگیری، لب دریا وایساده و دستاشو اینجوری باز کرده و شما از کنارش رد میشی، میگی ببخشید آقا چیکار داری میکنی؟ میگه هیچی، من وایسادم لب دریا و میخوام جلوی امواج رو بگیرم. یعنی این امواجی که دریا داره تولید میکنه و میاد به سمت به ساحل، من میخوام جلوی اینا رو بگیرم. خب قطعا شما بهش میخندید، چون این اصلا امکان پذیر نیست. ذهنم همینجوری، یعنی دقیقا مثل یه دریایی میمونه که داره امواج تولید میکنه و این امواج همون افکاری هسته که سراغ ما میاد. حالا فرض کن تو دستاتو باز کنی بخوای جلوی این افکار رو بگیری، اصلا امکان پذیر نیست. یا اصلا این مغز ما کلیدی نداره که مثلا من بزنم موقتا خاموش بشه، استراحت کنه، فکر تولید نکنه، این افکار دست از سر من بردارن تا من بتونم کارهای خودم رو انجام بدم، هیچ مانعی برای من ایجاد نکنه. این هم امکان پذیر نیست. یعنی شما یه دستگاه پاپ کورن رو در نظر بگیر، وقتی شما یه ذره روغن میریزی داخل این دستگاه، ذرت‌ها رو بریز و کلیدو بزن. بعد از چند دقیقه می‌بینی این ذرت‌ها با سرعت دارن هی پرت میشن بیرون. تو در یه صورت میتونی جلوی پرت شدن این ذرت‌ها رو بگیری، در صورتی خب کلیدو بزنی و این دستگاه رو خاموش کنی. ولی ذهن ما متاسفانه، خوشبختانه، حالا هر جور میخوای حساب کنی، این کلید رو نداره که مثل همین دستگاه پاپ کورن که پشت سر هم ذرت‌ها میان بیرون و افکار ما همینجور پشت سر هم تولید میشن. کلید نداره که من بزنم خاموش بشه و دیگه فکر تولید نشه. پس بنابراین ما اولین قانون رو باید رعایت کنیم، بدونیم که ما با یک دستگاهی مواجه هستیم که کارش تولید فکره. از زمانی که بیدار میشیم تا زمانی که میخوابیم این کار رو مدام انجام میده. حتی زمانی که خواب هم هستیم، بعضی وقتا وارد رویا که میشیم، مغز فعالیت خودش رو شروع میکنه و شروع میکنه فکر تولید کردن. پس این قانون اول.